بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ آریایی ها در افغانستان. تاریخ آریایی ها در افغانستان به دوران باستان برمیگردد. آریایی ها به عنوان یکی از گروه های قومی و زبانی در منطقه‌ای که اکنون افغانستان نامیده می شود از حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در این ناحیه سکونت داشته اند. در زیر به برخی از نکات کلیدی در تاریخ آریایی ها در افغانستان اشاره میکنیم. 1. ریشه های زبانی. آریایی ها بخشی از شاخه از نژاد هندی اروپا بودند و زبان های آریایی به عنوان پایه زبان های ایرانی و هندی شناخته می شوند. زبان های مربوط به این خانواده هنوز هم در افغانستان به ویژه زبان دری و پشتو صحبت می شود. 2. آریایی ها و مهاجرت آنها. با توجه به متون باستانی، آریایی ها در چندین مرحله از سمت شمال به سمت جنوب مهاجرت کردند و در این مسیر به منطقه‌ای که اکنون افغانستان نامیده می شود رسیدند. آنها به تدریج با ساکنان بومی تعامل ادغام شدند. 3. امپراتوری ها و پادشاهی ها. در دوران باستان مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر امپراتوری ها و پادشاهی های بزرگ مانند امپراتوری هخامنشیانی و امپراتوری یونانی قرار گرفتند. آریایی ها در این دوران نقش مهمی در سیاست و فرهنگ و منطقه داشتند. 4. دوران زردشتی. آریایی ها با زردشتیان نیز مرتبط بودند که تاثیر زیادی بر فرهنگ و مذهب منطقه گذاشت. دین زردشتی به عنوان دین رسمی امپراتوری هخامنشیانی در این ناحیه پذیرفته شد. 5. تاثیرات فرهنگی و زبانی. با گذشت زمان آریایی ها تاثیرات فرهنگی و زبان قابل توجهی بر روی ساکنان محلی گذاشتند. ادبیات، هنر و معماری این دوره تحت تاثیر فرهنگ آریایی شکل گرفت.